چقدر خوشگل. آره دیگه این نازکترین آیفونه. به به. خب میخوام رونمایی کنم از گرونترینش. چه استیل خوشگلیه. خیلی خوشگله. آها 2 تا محفظه داره. اینا خیلی خوبه مثلا برای پاستا اینا درست کردن، خیلی مناسبه. چقدر یکیو بگیر. تاریکه. این یکی سامسونگ، چیز خوبیه. سلام. ما امروز اومدیم فروشگاه لوازم خونگی زیگزاگ. میخوایم یه سری محصولات رو بهتون نشون بدیم و قیمتاشو بهتون بگیم. پس بزن بریم. خب این تلویزیون جدید QLED سامسونگ. اینم قیمتش به درام 918,000 درام که تقریبا در حال حاضر درام هم هر 1000 درامش الان 300,000 تومنه. این یکی یه مقدار قیمتش بالاتره، یه مقدار که خیلی 2 میلیون و تقریبا 300. 299. عجب کیفیتی داره ولی. آره اطلاعاتش هم میتونین بخونین اینجا. سعی میکنم براتون زوم کنم. خب این قیمت پایین تره، 209,000 تا. برندش هم معروف نیست. آره راست میگی. چقدر یکیو بگیر. تاریکه. این یکی سامسونگ، چیز خوبیه. چنده؟ 1,750,000 درام. خب بریم بقیه رو ببینیم. اون یکی که خاموشه خیلی روشنه، خیلی بزرگه. سونیه. این فکر کنم از همه بزرگتر بود تقریبا. خیلی خوشگله. قیمت چند؟ چه قیمتش نسبت به اون یکی ها؟ 949,000 درام. اون یکی 2 میلیون درام بود. اینجا بازم سونی داریم. اینجا این میره بالاتر. اینجا این قیمت 2 میلیون. 1,999,900. اینم 1 میلیون درامه. 999. هایره. هایره. این خیلی از همه فکر کنم تلویزیون‌ها اینجا بزرگتره. خیلی گنده است. چقدر قیمتش؟ فکر می‌کنم 85 اینچه اگه اشتباه نکنم. بعد 2,658,000. واقعا عجب چیزیه. این چه حال خفنی میخواد که اینو بذاری اون تو. یه حال 300 متری باید واسه این داشته باشه. دقیقاً. خب اینم کل تلویزیونا. پاز کنین قیمتاش هم میبینین. کنارش همشون قیمت و مدل و همه چیز هست. که یک عالمه اینجا تلویزیون میبینید. چقدر ویدیوهایی که توش نشون میده قشنگه. خیلی بعضیاشون باحاله. وای این انارا رو. اونایی که گربه نشون میده رو بگیر. الان هیچ کدوم گربه دیگه نشون نمیده. اون آخریه هم چیز خوبیه ها. برو اون آخریه هم. اینم 2,600,000. میزش هم باحاله. آره چیز جالبیه. حالا اینجا سامسونگا رو گذاشته، تمام تجهیزات دیگه سامسونگ هم هست. مثلا یخچال هست و یه آشپزخونه کاملی از سامسونگ هم گذاشته کنار. یخچاله و آونه و گاز و هود و ماشین لباسشویی. این 2 تا مبل البته سامسونگ نیست. اینم ماشین ظرفشویی بوشه، مثل اینکه سری فوق 20 داشه، ولی قیمتش رو ندیدیم ما. حالا بقیه رو بگیر. جنسای دیگه ای هم هست. مثلا اینا ماشین
اینا لباسشویی، اینا ظرفشوییه. ظرفشویی 498,000 تاست، اینم 750 تا 50 تاست. یخچال بوشه. خب اینا هم هوده، درسته؟ هود و گاز. اینا اصلا همش بوشه اینجا. کالکشن کامل. گاز آره برقی صفحه‌ای داره. 290,000 تا. 290,000. اونا اون کوچیکایی که کنارشه قیمت نه اون فکر میکنم آره اون قیمت نقدیشه. اون که بالاتره قیمت چیزشه. حالا همه میخوام به ما کمک کنن. دو تا خانوم که میبینن همه روحیه کمک کردنشون قوی میشه. خب اینم فرای برقی. فراش چه خوشگله. خیلی همه تو کاره، خیلی باله. خیلی باحاله. خوشگلن. خب بیا بریم اون وسایل رو هم ببینیم. اینا چی هن؟ غذا سازای بوشن. 299,000 تاست، همون 300 دیگه در واقع. آره داشتم اینو میگفتم که آقای گفت اون دوتا قیمتی ها، اونی که مثلا اینی که بیشتره بالاییه. این یعنی اگر قسطی بخوای بگیری میشه اون که کمتره اگه نقدی بخوای بگیری دیگه. اقساط هم اینا همه میدن. خیلی راحت هم میتونی قسطی بگیری. یه مقدار البته چیز داره دیگه، چی میگن، کامیشن داره مثل همه جای دیگه. خب اومدیم به قسمت یخچالا. یخچال لیبر. آره 200 چقدر؟ 2,300,000 درامه. این برند رو ندیدم ولی احتمالاً توش خنکه. روشنه. آره اون 4 تا 3 تا کشو داره. ببین اون بالا رو نگاه کن، مینی بارا رو در یخچال به من نگاه کن چه خوشگلن. آره نگاه کن مینی بارا رو به من خیلی مینی بار دوست دارم. نگاه کن این یکی چه اولیه 475، دومی 379، سومی 379. همشون هم پاناسونیکه. باحالن، خیلی خوشگلن مینی بارا. این شیشه ایاشون هم من دوست دارم. بازم مینی بار نگاه اینا دیگه چقدر فسقلیه. نگاه کن. آره 89 خیلی بامزه. 99 کاتالوگ یخچالا هم اینجا گذاشتن. آره چه برندیه همینه؟ آره لیبر. آره لیبر فکر کنم آلمانیه احتمالاً. من این برند رو ندیده بودم، نمیشناختم. منم نمیدونستم. اینم یه لیبر دیگه است. 2,050,000. این یکی چقدر بزرگه. این که اینقدر بزرگتره. این یخچالا فقط بعدیشون اینه که جای لکه دست خیلی روشون میمونه. آره معلومه. نگاه توش این آینه است. نه توش چه شکلیه. اوه چه خنکه توش. آره باحاله. اینم که برای رستورانه. 1,790,000 مشروبات. او اینو ببین، این یه کمد خیلی گنده میمونه. خیلی بزرگه. بالاشو خیلی باحاله. خیلی جا داره. این برای اوناست که یه خانواده پر جمعیت. آره 10 نفرن. اینا هم خیلی توشون جا میشه. آره چه باد خنکی میاد اونش. قیمتش چقدره؟ 2,650,000. همچنان لیبر. این لیبر قیمت بالاه. اگه کسی از در بچه که از آلمانه بگن لیبر جریانش چیه؟ بوشم داره. جدیده، نمیدونم آلمانی اصلا یا چی. 1,122,000. بوش مثلا نصف اینه قیمتش. خیلی خوشگله. چقدر باحاله. وسطش هم ببین چیزی نداره که یخچال واقعا باید پهن باشه به نظرم. آره خب یه بوش دیگه داریم. حالا میخوای همه رو وا نکن. نه دیگه باز با آب سرد کن. این مشکی تماما رو من دوست این دارم. سامسونگه. چقدر نازکه ولی شبیه کموده این. اونقدر نازک نیست. نه یعنی هر دو طرفش. قیمتش تو گذاشتن. آره 799,000 داره قیمت میاد پایین. اون لیبر همه 2 میلیون. خوش 1 میلیون دیگه. الان اومدیم به زیر 1 میلیون درام. باز سامسونگ داریم اینجا. 1,900,000. این الکترولوکسه.
سامسونگ داریم همچنان دیگه. قیمتش خیلی مناسبه، فکر می‌کنم چینی باشه یا الکترولوکس نمیدونم، کره، ولی 350,000 دارم. آره یخچال فریزر به این بزرگی خیلی معمولیه توش دیگه، ولی خوبه. باحاله. آره. خب ادامه بدیم. ماشین لباسشویی‌ها رو، هایر رو داریم. چند؟ این چه برندیه؟ کندی 330. خوبه قیمتش. آره. خوشگلم هست. هایر، سامسونگ و کندی. بذار قیمت سامسونگ هم نشون بدم. 239. کندی کندی رو ندیده بودم تا حالا. اون بالا کلا کندیه. بعد یه چیز دیگه این قیمتاش خیلی مناسبه. بعد اینا خیلی اینا تازه مد شده و مثلا اینکه کلا نمایشگر دیجیتال داره رو صفحه‌شو. اینا قیمتاش هم معلومه دیگه. 320 تا بژ، اینا رنگش 205 تا دیگه. هایر نمیدونم، ایران هم هایر هست فکر میکنم یه برند از این چینی و ژاپنی کره‌ای باید باشه. سیلور داره. ال جی رسیدیم. ال جی 220 وست فراسته. من اینو تا حالا ندیده بودم. کوچیکه توش. چند کیلوه؟ ببین چقدر قیمتش ارزونه. 125 تا 6 کیلویی هم هست. 125 خیلی ارزونه. خیلی. چه درش راحت بسته میشد. خوشت اومد در دستش. هایرای پایین ولی خیلی خوشگله. آره. ببین 205 تا 195 تا قیمتاش خیلی خوبه. حالا نمیدونم چند کیلوییشو دیگه. 6 کیلویی نوشته. این دستگاه قهوه دلونگیو که می‌بینین خیلی دستگاه اتومات و خفنیه. از این قسمتش قهوه رو میریزین، خودش آسیاب میکنه و دیگه بقیه کار. آره دیگه مثل دستگاه خیلی خوبه. آره 650,000 درامه. مثلا دستگاه‌های ما همین توی آره چیزام داره دیگه، نمایشگر و اینا داره. مثل دستگاه‌های مثلا معمولی نیست که خودت قهوه رو بریزی، پورتافیلتر رو ببندی، بذار چیزای دیگر. خب این که بود 650 تا. این یکی 670 تا گرونتره. بله این فکر میکنم دیگه منوال تر باشه. آره چون قیمت یهو شد 200 تا. باز اینو داریم. یه برند دیگه است، جورا یا یورا نمیدونم. اینه جورا زیادم هست ازش. من ندیده بودم. خیلی گرونه. آره اینم احتمالاً از همون واسه خودش قهوه رو این احتمالاً خیلی خفنه. چقدر دستگاه بزرگیه. آره 700,000 تاست. دستگاه خوبیه. اینم دستگاه قهوه. آره قیمت دستگاه قهوه بالاه نسبت به ایران مخصوصا. اینجا دستگاه قهوه. بریم میبرم دلونگی‌های دیگر هم نشون بدیم. اینا هم تو همون رنجه 600 و خورده‌ایه تقریبا. نمایشگرش دیگه خیلی حرفه‌ای‌تر و آره کامل‌تره. آره دقیقاً. این 798 آخه استیله. آره دیگه استیله اینا. خوشگله. خب میخوام رونمایی کنم از گرونترینش. بیا اول نگاه کن. نگاه کن. 1,300,000. چه استیل خوشگلیه. خیلی خوشگله. 2 تا محفظه داره. اینو باید کاملا دفترچه‌شو بخونیم ببینیم جریانش چیه. خیلی خوشگله. این خیلی باحاله. آره اینا رو نینجا، برند نینجا رو ندیده بودم. الان میام اونا رو هم میگیرم. چقدر صفحه اینا باحاله. صفحه بزرگی. ببین برند نینجا اینا. نه اینم دلونگی. چه باحاله. صفحه خوبی داره. خب بذار نگاه کن. آره این نینجا رو من تو ایران دیدم. ایر فرایر و این چیزا هست. خوشگله. ببین اینا هم خیلی باحاله. دستگاه اسپرسو دستیه. قیمتش چقدره؟ 35 تا. آره خوبه. 35,923. انواع مدلاشو داره ها. البته اینا مثل اینکه با نسپرسو درست میشه. از این قرصا باید بذاری. این یکی هست. آره اینم 35. اینه دیگه. ببین دستگاه اینه. جالبه. آره خب
خب اینم بخش مایتابه های تفال. انواع تفال ها رو داره. قیمتاشو میخوام ببینم کجا زده. آها مثلا این هست 27 تا. تفال کجاییه؟ فرانسویه. اینا رو فرانسه، ولی فکر میکنم نمیدونم تفال مال فرانسه فقط هست. فرانسه میزنه. آره اصلش که مال فرانسه. اوکی. اینا خیلی خوبه، مثلا برای پاستا اینا درست کردن، خیلی مناسبه. چودنی هم داره حتی. چودنیه این؟ آره این خیلی خوبه. خب مثلا یا اون بزرگه زده 47 تا. کناریشو زده 24 تا. بعد این که مثلا حالا سایز کوچیک‌تره مثلا مناسب‌تره، این 29 و 300. جنس دستش چیه؟ پلاستیکیه؟ نه این کاوچو اینا باید باشه یا پلاستیکه. اینا هم که پنطوریه. نه چوبه. آره. یا نه فکر کنم یه جور چوب پلاستیکه نیست ولی چه قشنگ زدن. آره اونا چنده؟ اونا 19 و 900 زده. اینو زده 16 و 600 کوچیکشو. ولی فکر می‌کنم گرون شده خیلی. ببین قبلا قیمت تفال از این ارزون‌تر بود. 7500 تا سیم کوچولوه. آره یه دونه تخم مرغ یک نفره میشه توش درست کرد. قابلمه‌هاش هم دیدی اینجا هست. استیل فکر کنم. آره قابلمه‌هاش استیلاست. خب اینورم دیگه برندای دیگه ای هست. آره تفال نیست. اینم کجاییه؟ این ایتالیایی باید باشه. آره این 11 و 900. ونیزیا. آره اون ونیزیا اسم مدلاشه. این میلانوه، هر کدوم مال یه شهره. این بولزانوه. چه باحال. بعد بولونیا نداره. روم نداره. این قیمتش چقدره؟ اینا هم از تفال ارزون تره. اون مثلا 9 و 300. این یکی میلانوه هست 12 تا تقریبا. اینا هم که یه ذره گوده 7. اومدیم تو بخش آیفون 17 که تازه رونمایی شده. خب این مدل چیه؟ نوشته 17 256 گیگه. 17 ساده است. فلوه. آره این 17 معمولیه و قیمت 442,000 درام. خیلی به نظرم کیفیت دوربینش خوبه. ببینیم منوش چطوریه. ببین iOS شو جدیده. آپدیت کردن. چک کنیم. نه اصلا اینو بکشی پایین میبینی تم شیشه‌ایه. نه شیشه‌ایه. آره راست آره جدیده. آره فکر کنم این جدیدا کلا با این iOS جدیده اصلا رونماییش کردن. وقتی که iOS جدید اومد با آیفون 17 اومد. خب این 17 ساده بود. خب بریم 17 ایر این جذابه. مورد علاقه منه. چقدر خوشگله. آره دیگه این نازکترین آیفونه. دورش هم خیلی خوشگله به نظرم. آره خب ببینیم قیمتش چقدره. ایر 512 قیمتش 665 و ایر کلاود وایت 256ش 553. جذابه. حالا بریم سراغ نارنجیش. اینم که به چجوریه حسش؟ باله. یه دونه دوربین داره. آره. ولی این یکی 3 تا. آره ولی این یکی رو من خیلی بیشتر دوست دارم. بذار ببینم منم تجربه کنم. خیلی سبکم است. اندازش بزرگترم هست. یه خورده بزرگتره. آره مثل اندازه آیفون چیز میمونه، پلاس و اینا میمونه که دیگه الان پلاس نمیزنه. این نارنجیش هم جذابه. باحاله. آره خیلی خوب. اینم بگیم قیمتو. 17 پرو 256 609.
و آخری پرو مکس دیگه. پرو مکس 512 دیپ بلو 512ش بذار قیمت رو بگم 775 و 256 665. رنگشو ببین. هنوز یه ترا ندادن برای این، مگه میشه؟ حتما هست. یه سرمه‌ای خاص. آره بالا. این قشنگ مدل پسرونه طوره، اون مردونه دخترونه است. آره. من اصلا خب پرو بیشتر دوست دارم. گوشه خودم پروه. به نظرم حس پرو تو دست خیلی راحت تره تا پرو مکس. خب اینا هم که دیگه 16 و اوکی 15 و خیلی خب. اینم از بخش آیفون های جدید. اونو سوسکر بود. خب اینم از گشت و گذار تو فروشگاه لوازم خونگی زیگزاگ. مرسی که ما رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره و برامون تو کامنت ها بگین که دفعه بعد که اومدیم اینجا از چه محصولاتی ویدیو بگیریم. مرسی که ما رو دیدین. خدافظ.